شنا رفتن یکی از بهترین حرکات وزن بدن برای ساخت بالاتنه قدرتمنده. البته اگه درست انجامش بدی. اما اگه اشتباه بزنی، نه تنها داری وقتت رو هدر میدی، بلکه عضله از دست میدی و خودتو در معرض آسیب هم قرار میدی. و راستشو بخوای، احتمال خیلی زیاد حداقل یکی از این 5 تا اشتباه رو انجام میدی. آخرین اشتباه رو خیلی‌ها نمیدونن. اشتباه شماره 1: بالا نگاه کردن. خم کردن گردن باعث میشه ستون فقراتت از حالت استاندارد خارج بشه و عضلات گردنت تحت فشار باشن. به جاش رو به پایین نگاه کن. یه نقطه روی زمین درست جلوی دستات انتخاب کن و نگاهت رو همونجا ثابت نگه دار تا سرت با ستون فقراتت در یک خط بمونه. اشتباه شماره 2: آرنج ها رو مثل حرف تی باز کردن. وقتی آرنج ها رو در زاویه 90 درجه به طرفین باز میکنی، مفصل شونه رو وارد یه وضعیت آسیب پذیر میکنی. به جاش آرنج ها رو حدود 45 درجه به سمت بدن جمع کن. از بالا که نگاه کنی، بدنت باید شکل یک فلش دیده بشه. اشتباه شماره 3: افتادن لگن. این حالت کمر رو له میکنه و حرکت رو به شکل اشتباه آسان تر میکنه. به جاش شکم رو درگیر کن، باسن رو سفت کن و از سر تا پاشنه رو در یک خط صاف نگه دار. هیچ افتادگی وسط بدن نباید وجود داشته باشه. اشتباه شماره 4: جلو افتادن شانه ها. وقتی شونه ها رو جلو میدی، در واقع فشار رو از روی سینه برمیداری و میندازی روی عضلات کوچیک که خیلی زود خسته میشن. به جاش شونه ها رو یکم عقب بکش و کل ست رو سفت و محکم بمون. اشتباه شماره 5: صاف بالا پایین رفتن. شنا رفتن آسانسور سواری نیست. اگه داری کاملا عمودی بالا پایین میری، داری فشار رو از روی سینت برمیداری. به جاش موقع بالا رفتن کمی به جلو هم فشار بده، انگار که میخوای زمین رو از خودت دور کنی. خب حالا میتونی درست شنا بزنی.